روز پیش در این دیار زیبا منظره ما به حکم تقدیر بارشات وزنینی شد و در نتیجه این بارشات خیلی خاندانها ضرر اقتصادی دیدن و از جمله یکی مادر با همراه دخترچه خودش جان به خدا سپاریدن و در برابر این 2 نفری که در دیار زیبا منظره ما شد و این چنین در گوشه و کنار جمهوری امان و خصوصا قشلاق‌هایی که در اطراف‌های ما بودن، یعنی خیلی نفران جان به خدا تسلیم کردند و یکایک این خاندانها و فرزندایی که بی مادر شدند، به مادرانی که بی فرزند شدند، به دادرانی که بی اپه و خواهر شدند و به اون خواهران و اون خواهران زیبایی که بی برادر شدند تعزیه بیان کردنی گفتنی هستم انا لله و انا الیه راجعون. همه ایش ما و شما عزیزان بنده خدا و مخلوق پروردگار هستیم و روزی مانند این نفرانی که جانشان به خدا سپاریدن و یعنی غور مرگ شدن، روزی من و شما هم بازگشتمان به سوی خدا هست. واقعا انسان خواهیم نخواهیم روز با مرگ روبرو میشه. این لحظه ها را خداوند در قرآن عظیمشان در آیه های فراوان ذکر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر یکی من و شما روز چشنده مرگ هستیم. این شربت و یعنی برادران این نوشابه را خواهیم نخواهیم یک روز می چشیم و می نوشیم و بازگشتی من و شما هم روز به سوی خدا هست. از خدا مسئلت میکنم همون روزی وزنین و روزی که سکرات موت است خدا برای من و شما آسان گرداند. ای هم نفسان تا عجل آمد بسری من، ای هم نفسان تا عجل آمد بسری من، از پای در افتادم و خون شد جگری من، از پای در افتادم و خون شد جگری من، از پای در افتادم و از خود خبری نیست، از پای در افتادم و از خود خبری نیست، کو مادری دلسوز بگوید پسری من، کو مادری دلسوز بگوید پسری من، کو خواهری دلسوز بدوزد کفنی من، کو یار و برادر بگیرد خبری من، کو خواهری دلسوز بدوزد کفنی من. تابوت مرا جای بلند بگذارید، آه تابوت مرا جای بلند بگذارید، تا باد و برد بوی مرا بر وطنی من، من تازه گل بودم و اندر چمنی گل، من تازه گل بودم و اندر چمنی گل، امروز فرو ریخته هم و بال و پری من، فردا به سری قبری من آید مادری من، فردا به سری قبری من آید مادری من، فریاد برآرد که کجا شد پسری من، فریاد برآرد که کجا شد پسری من. ای مادری دلسوز نداری خبر از من، از گردش ایام چی آمد به سری من، از گردش ایام چی آمد به سری من، از خون کفنم تر شد و از خاک لبم خوش، من دانم و کنج لحد خشک و تری من. واقعا برادران بسیار نازنین، امروز مادر میگیریه به خاطر فرزند از دست داد. بینیم از یک خانه 2 نفر جان به خدا میسپارند و دیگر خانه ها رو بینیم اون مادران و اون خواهران و اون برادران و اون
پیوندای من و شما هستند. خدا در قرآن می‌فرماید انما المؤمنون اخوة، مؤمن‌ها با یکدیگر برادر هستند. برادر همین است که در روز سختی و در روز وزنی در بر ما و شما باشد. دوستان باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی دوست مشمار آن که در نعمت زنند لاف دوستی و برادر خواندگی. واقعا دوست همون دوستی که در حالت سختی در بر من و شما باشه و کمک کننده و یعنی در مصیبت من و شما شریک باشه. ان شاء الله الرحمن یعنی بهترین ثواب زمان میگیریم که حتی پیامبر خدا صلی الله میفرماید ان حق علی المؤمنین ان یتوجع بعضهم لبعض کما یؤلم الجسد رأسه، کما قال صلی الله علیه و سلم. پیامبر میفرماید لازم است بر هر فرد مسلمان اینکه درمند شوند بعضی از برای بعضی، چنانه که رنج و الم میدهد جسد را سر. چنانه که سر ما و شما درد گرفت، تمام اعضای من و شما در اون در شرکت میکنه، ما مسلمانان باید به منزله یک سر در یک تن باشیم. بنی آدم که اعضا یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. به این خاطر یکایی که شما را در این روز جمعه دعوت به آن میکنم که هر کشلاقی که هر دیاری که این مصیبت و این سختی آمد، یعنی کوشش بکنیم برادران از نگاه اقتصادی باشد، یعنی کوشش کنیم به آنها کمک و دستیاری دراز کنیم. اگر گرسنه باشند و تشنه باشند من و شما بخوریم و بنوشیم، پیش خدا و فردا چی جواب میتیم در صورتی که برادری من و شما یعنی گرسنه و تشنه باشه، یا اینکه بی خانه و بی در باشه، یا اینکه دیگر مشکلی ها بالاش بار باشه. پس برادر آن است که در همین حالت ها دست برادر را میگیره و برادرش را کمک میکنه، او را تنها نمیگذاره. که وای به حال کسانی که در این روزها چیکار میکنن، یعنی از بری برادر میگریزند و برعکس بعضی هاش خوشحال میشن که بالای او رو خدا زد، او رو خدا نشان داد، او رو فلان. برادر جان این امتحان خدا، این سنجش خدا هست. خدا همیشه قدرت دارد، او سلطان هر چی خواهد آن کند، عالمی را در دم ویران کند. در یک لحظه خداوند قدرت داره عالم همش ویران میکنه، و خرابزار تبدیل میته. و از یکایی که شما خواهشمندی آن هستون به این قدرت های خداوند یعنی با چشم دیل نظر بکنی برادران. خداوند از این قدرت زیباتر هم داره و میتونه هر چی که نمیشدنی از خداوند او را چکار میکنه، میشدنیش میکنه. خصوصا تا به حال اگر بازیچه دست شیطان باشیم، این لحظه ها را بینیم برادران چقدر روزهای دشوار و سخت و وزنین است. باید از این لحظه ها من و شما عبرت گیریم، یعنی همیشه پیش خدا سجده های عاشقانه و از خداوند همیشه کمک یعنی کمک طلب بکنیم و برادر خود را کمک بکنیم. خوشا آنان که در گهواره مردن، خوشا آنان که در گهواره مردن، که بوی از غمی دنیا نبردن. نه دست بر گناه آلوده کردن، نه دست بر گناه آلوده کردن، نه قلب را به آدم ها سپردن. خوشا آنان که دنیا را ندیدن، همون اول به آرامش رسیدن. نه دل بستن به این دنیای فانی، نه درد و رنج به پولی کشیدن. یعنی خوشا به حال آنانی که واقعا یعنی در گهواره مردند و این سختی و این بعضی نوجوان مردی ها را ندیدن. و در آخر چی گفتنی هستم برادران عزیز، امروز بهترین روز است، روزی صلوات و درود، روزی به پیامبر صلوات فرستانیدن است. از شما خواهش دارم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. صلوات بسیار غنیمت ترین چیز صلوات است، یعنی از شما خواهش دارم زبانت به صلوات پیامبر مشغول بکنی. و دیگر از یکایی که شما خواهش دارم در حق این برادر یعنی دعا رو کم ندانیم، ما محتاج دعای شما هستیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.